بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت دوستای عزیز هموطنان گرامی. شما شاهد هستید که ما کاروان کوچه ها را با پنشیر نماندیم و دورشان دادیم. فقط یک کاروانی که او کوچی نبود، یک دو چیز داشت، چوپان داشت به نام قمانامه های دیک و از جمله قوم 60 و از جمله رفیقای انقلابی ما بود. اونمو آدمی بود که عکس کرزه در دوران روی جرگه تا کلک. حالی اون آدم مرد شده، غریبکار شده، به تنامور رها کردیم بگاه شد. قماندانی و والی به هدایت والی هدایت داده بود قماندانی و دیگر که پسر ما لشکرکشی کنه و دیگر کنه. ما پشت مزدورا و غلامان نمیگردیم، آماده جنگشان هستیم. هر لحظه از خاک وطن خود، از ارزش‌های اسلامی خود دفاع میکنیم. حال حرف می‌زنیم سر امرالله صالح. امرالله صالح در صفحه خود نوشته کرده که اوباش راگیر و پنجه قانون سپرده خواهد شد و نگران نباشید. خب توش آدم بیشرم، آدم بی‌حیا، آدمی که عزت نداری، آبرو نداری، شرم نداری، تو یک غلام مزدور که تمام ارزش های فروختی به خاطر که یک کرسی به صلاحیت، یک کرسی که حتی قماندانی شهر هم که برات داده دمو هم صلاحیت نداری. پیش از او چند تا آمرای ذکر احمدزای هست، چه رقم چاپلوسی میکنی؟ تو بی عزت و بی آبرو این حکومتتان سقوط میکنه. با دارایت می باز کجا میری؟ در بین قومتان تو در اون بازارک تو جای نداری. تو با قوم بازارک ما تو بد کردی. تو هیچ شرم نداری، هیچ حیا نداری، هیچ آبرو. او باش مستم یا تو دوز مستم یا تو باجگیر مستم یا تو. ما خو نمی تو خانه غریبانه نان پیاز تفنگم در دوشم از حق مردم خود، از عزت خود، از ارزش‌های اسلامی خود، از رهبر و قهرمان ملی دفاع میکنم. تو خود میری میگی که کسی که کلمه افغان قبول نداره از اقلیت و اقلیت است، در حالی که خودت بیخی یک عزت بی عزت و بی آبرو هستی. هیچ شرم و حیا نداری. هر جا میری مجاهدین توهین میکنی. یادت است که در دوران این چیز که من صدای بزرگای پنجشیر پیشم است که در پشت جبل سراج گفته بودی که یک کسی نیست یک دو مرمی در فرق قماچ مسعود بزنه که مردم از دستش شیشه. یادت است که در یک فاتحه در بازارک گفته بودی که هر وقتی قماچ مسعود اعدام شود دلم یخ میکنه که باز یک جنرال صاحب در قماندان صاحب خسته گفته بود تکلیف. تو چه رقم بی شرم هستی، تو چقدر بی حیا هستی، تو چقدر پست هستی، تو چقدر رذیل هستی. تو یک ذره شرم کو، یک ذره حیا کو. چه رقم سند اسناد داشتم که بجان من نفر پیسه دادی والله بلا رفتم با حاجی نظیر نشان دادم، شک بیادر با مرزایی نشان دادم، با بادگان نشان دادم، از خاطر که گفتیم قوم هستیم، وطندار هستیم، دیگه هستیم. او تو فکر نکو که پنجشیر خانه شخصی کسی از اگه تو یک بار تاریخ ما را بخوان، تاریخ مرا تو تاریخ خودت بخوان. بابا و اجدادم که عبدالرحمن خان خدا میزد، سپهسالار غلام حیدرخان پنشیری، بابای دیگه مثل سراج الدین خان پنشیری. تو چی هستی؟ یا بکش خدا کی هستی؟ هویت بابا تعریف کو. یک جاسوس بودی، یک جاسوس، نه در جهاد بودی نه در مقاومت. به من معلوم هستی. دو برادرت مجاهدین، یک شد قندار و یک شد غزنی کشتند که در خود بودن. تو خود دشمن علماسی، علما را تو ترور میکنی. ما برات میگم مردم افغانستان میشه علما را تو ترور میکنی. امی کل مردم کشور ما شاهد. سر ما امی آدم بی شرم بی حیای مزدور غلام دوست جور نکرد که خراسانی قاتل از دزد از اختطاف چیزی از آخر رفتیم هیچ چیزی نبود. چه رقم توتیه ده ها عالم این چیز کرده. استاد دایی را این بندی کرد، مولوی متوکل این بندی کرد، عالما را این انفجار میده. نه طالب ترور میکنه نه داعش ترور میکنه، کلش انتحار انفجار ماینای چسبکی را، کل کارهای رسالتی ازی است. این حتی جنگ ها را در پاکستان بلوچا را به در مواد زهری میداد که بیرفت اونجا چیز میکرد. کل اینمی جنگ و خصومت و دشمنی از بدبختی از پستی و رذالت یادم است. تو میگی که آره خراسانی است، تو میترسه. خراسانی کدام پس فطرت چلو است مثل تو رواری که بترسه؟ با خدا که یک لحظه که به عزتی و بیابروری قبول کنم که بیخی که ثانی از این چیز باشم. تو باز بعدا دیگه گپ تمیزی باز تو تیر بشدی. باز تو قانون میگی، قانون تو با معذرت پیش من کاغذ تشناب است. میفهمی قانون من قرآن است. الله پادشاه است، این ملکش است، من بندهش هستم، آزاد زندگی میکنم. هر کسی بالا ظلم کنه در دانش کد مرمی میزنم. کوچی غاصب است، کوچی صهیونیست است، کوچی ادعای مالکیت در هر جای میکنه، حق نداره. کوچی رو نمیمانیم. او قوم او وطن دارا او مردم کشور ما کوچی رو نمانین، به خصوص مردم پنجشیر استوچین. اگر همت دارین شجاعین ما خو استاد هستیم این که حکومت شما میزنین که دیگه شما بیای مردانه استوچین. اگر نه که بیادر ما مرد لاف پتاق نیستیم، بیادر نمیمانیم. بیادر کسی را دیگه بیادر کسی نه با ما زنگ میزنه باز نه تماس میگیره که والا چی خدمت چی دیگه سلام و حمایت همکاری کده میتونیم ما با این که اشرف غنی جنگ میکنیم. این ما خو نمیتو بیادر نمیتو یک آدمی هستیم که مستقل آزاد، یعنی نمیتو یک حس انقلابی، حس وطن دوستی و خداپرستی در قبال وطن و مردم خود داریم. سال تو بی شرم هستی، بی حیاسی، اوباش تو هستی، قانونتون پیش من مزخرفات است، دستتون خلاص زورتون در کمرت ولگو پدر و پدر کلان و بابا و اجداد متفروش بقال تا چیزی کده بدونه. فهمیدی گپا؟ پیش من تو بچلو هستی، بقال هستی، دیگه تو باز چیز نمیگم دیگه. باز پیش ما هویتت معلوم است، دورتون در کمرت. ان شاء الله گم میشه کدیم اشرف غنی دیوانه
زور در کمرت ما و شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.